های آی ام توریست. آو تروریست. گو تو تخت جمشید. بیا بالا با هرون نیریز بریم. حالا چجوری بگم کرایه 10 برابره. جاده بوشهر هم میخوره. برای یه لوله داری حتما با بخوره. خب این ستای گور برسونم بیا. کن کردی؟ کم کردم. چرا کن کردی؟ کم میکردم. آقا تخت جمشید. بیا بالا. عزیزم رسیدی منو بیدار کن. سرا. با هم ساخت ولی رسیدیم. بیا عجیب تخت جمشید. یا خدا تو برای چی منو آوردی تخت جمشید؟ خودت گفتی تخت جمشید خب. من گفتم شیراز بلوار تخت جمشید. خدا دی برمیگرده ولم کو. مشغولم بعد نباشی سرشو بسی. سرش مردی که سیر میخوره هوفکه میده کلا هم بحث سیاسی پشتش میچوسه هنر کنی با حال بدی برسی نمازی. آقا اینجا نرم. حاجی گرت برم. آقا در بس هم میری؟ 100 تومن بده من دستبلی هم میرم. این دنده رو کجا کردی؟ عمو پرتقال چه؟ مرد حسابی زعلمون رفت. خونه میگیری ولش کن. اوف چه گرم آقا بکش پایین. بکشم پای خنک میشه. شیشه رو میگم. بچه در آرومتر ببن. آقای کرایه بفرمایید اینم رانندتون. چه آیه حالا چرا هولکی شدی؟ آقا عقب تو باز می‌کنی بذارم توش. ما خب پشت هیچی نداریم تو هم بذار توش. هر کی میبینتمون مسافر کشی مسافر چه کشی؟ یه مسافری خوردم. آقا صدرا میرید؟ صدرا نمیرید خب میپوکید. اما این مسافر من کجا میبرید؟ ولش کن ببینم تو مسافر کشی تو گوبری. اما میومدی سر قبل که داری فاتحه میدی. خب بزن اینجا برو گم شو. الو رادیو نشاط. بله بفرمایید. من راننده تاکسی هم یه کیفی تو ماشین من جا مونده. من چرا تاکسی خوبی؟ نه می‌خواستم بگم من بردمش یه آهنگ غمگینی براش پخش کنید.